امروز اومدیم انبار یه سر بزنیم. این سنگا مال چند سال پیشه. حالا بریم ببینیم چی در میاد داخلشون. با ما همراه باشید. نمونه رو که خیس کردم ببینید. حالا این چیه؟ یه شجر پاییزی بی‌نظیر. وای وای چه سنگایی داخل انبار بوده و ما فراموش کردیم ازشون. اینا یه شجر گلناری، این شجر بهاره است. این گلاش سر گلش مشخصه. این یه توپی بی‌نظیر. این چیه؟ این یه شجر پاییزی صقله. واقعا سنگای خوشگلی داخل انباره. ما این فیلم سنگ نداریم. یه سلیمانی بی‌نظیر. به به عجب سلیمانی. ببینید یه شجره. قبلا این سنگا انقدر زیاد بود ازشون حسابی نداشتیم. این مینداختیم توی انبار. امروز روز مباداست. میبینیم برای کارگاه تراششون بدیم. این سنگا رو گذاشتیم برای روز مبادا. امروز روز مباداه. این شجر گلناری ببینید. شجر پاییزه است. شجر پاییزه. یه عقیق رتایل بی‌نظیر. نگاه کنید. اینم یه شجر پاییزی خوشگل. این عجب رنگ سبزی داره. چه سبز خوش رنگی داره زمینش. واقعا بی‌نظیره. این شجر گلناری. وای 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 چه سنگایی داخل انباره و ما خودمون دنبال سنگیم. این یه عقیق آبی بی‌نظیر. واقعا آبیش خوش رنگه. شجردار هم هست. اینا یه توپی. اینا یه توپی سربسته است. برش نخورده. بریم کارگاهی برش بزنیم ببینید چی در میاد. اینو ببینید. یه سلیمانی بی‌نظیر. واقعا خوشگله. اینم یه شجر. فکر کنم شجر گلناری باشه. آره ماتیس هم داره. اینو ببینید. وای 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 نگاه کنید. چه سنگ خوشگلی در اومد. یه شجر سوزنی میگیم. قاصدکی بگیم. اگه میخوای نتیجه تراش این سنگای زیبا رو ببینی کانال ما رو دنبال کن تا ویدیو بعدی رو دست ندی.